با سلام و خسته نباشید. امروز میخوام یه سری به یه سایت بزنیم که این سایت در مورد ساخت ویدیو هستش، اونم با استفاده از هوش مصنوعی. خب بریم ببینیم چجوری هستش. اینجا وارد گوگل میشم و مینویسم دریم ماشین، مینویسم دریم ماشین AI. اگه اینو بزنید اولین سایت معمولا همین سایت ساخت ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی هستش. این هوش مصنوعی اسمش دریم ماشینه، شرکتش هم فکر کنم لوما هستش. خب بروش کلیک میکنم بر روی اولین گزینه. اینجا ترای ناو میزنم. خب با استفاده از یکی از حساب‌های گوگل وارد میشیم، ساین این رو میزنیم. اینجا یکی از حسابامو انتخاب میکنم. بله همونطور که میبینید این دوتا ویدیویی که اینجا میبینید اینا ویدیوهایی هستن که قبلا من درستش کردم. یه چیزی جالبی که در مورد این سایت هستش اینه که میتونیم با استفاده از زبان فارسی ویدیو بسازیم. مثلا من اینجا مینویسم یک نفر که در حال رانندگی است، انتر رو میزنم. اونجوری که من امتحانش کردم یه کمی طول میکشه برای درست کردنش. خب ما این مدت تایمی که ویدیو درست میشه میریم برمیگردیم. خب برمیگردیم به سایت. همونطور که اینجا مشاهده میکنید ظاهرا این ویدیو درست شده. بروش کلیک میکنم. فکر کنم اینجا پلی این ویدیو در روی سایت یک کمی مشکله. خب ما برای اینکه این مشکل به وجود نیاد سیو ویدیو رو میزنیم، یعنی اول دانلودش میکنیم بعد پلی رو میزنیم. خب سیو ویدیو رو میزنم. در اینجا بر روی دسکتاپ دانلودش میکنم. خب شماره 8 اینو پلی میکنم. بله همونطور که میبینید ویدیو رو برای ما درستش کرد. خب فکر کنم در کل یه زمانی محدودی داره برای درست کردن ویدیو. احتمالش هست در ادامه این سایت بهترم بشه. یه چیزی دیگه هم که داره اینه که با اکانت فری اینجا همونطور که خودش نوشته محدودیت داره، یعنی فکر کنم در کل به اندازه 10 روز میتونی ازش استفاده کنی. ولی اگه پول بپردازی خب مسلما این محدودیت برداشته میشه. این بود از این ساخت ویدیو با هوش مصنوعی که جدیداً وارد عرصه دیجیتال شده. خب بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. امیدوارم این ویدیو براتون خوب باشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.